دوست می‌نازد بهش هوری این دو معنی عاشقی یکدیگرند. بار دیگر مادران عزیز همه شما را و در سیمای شما مادر مهربانم را به مناسبت روز مادران و خواهران تبریک و تهنیت میگم. قرصک فراموش کردید نه؟ بسیار گرم هستم به فکرم یو که یخ کرده من نمید یک بار ببینید میخیر بله قرصک تاجیکانه آفرین او طرف هسته یکم کس نه این گفت دیگر خودیوزیر به صحنه هنرمند بهترین تاجیکستان پدری نیکروز نیازوف استاد گرامی قدر سعید شاه نیازوف می سراید برای افتخارش هم خرج میزنید. بسیارتر استاد ما سرودهای مردم آقا می سراید مرحمت برای افتخارش هم خرج میزنید.
بادم کردم زی تو رقصد بازد خوشیشون بادم کردم زی تو رقصد تشکری زیاد پرسک میزنیم به اعتبار صوت شاه نیازم عشقم امیدم حیاتم تویی ای مادری جان مادرم قلبم صدایم نوایم تویی ای مادری جان مادرم شیرین زبان درمان جانی ای مادری جان مادرم تنها برای تو مهربانی ای مادری جان مادرم یک بار دیگر به خاطر مادران یک قرص پرما شود. خب خودی حاضر من میخوام که اونجا یک میز خالی است اونجا من میشینم و این کنسرت بهترین بهار بدخشان را تماشا کنم. اما افسوس قریب میگفتم که یک قرصک به خاطر من. تشکری زیاد. خودی حاضر به صحنه دعوت کرده میشد. راستیگه بسیار انتظارش بودید. بعد از سفرهای طولانی این آدم در ولایت سوق بودند و گلدختری زیبا پری چهره خوش صدا قرصک‌های پرنوی شما در صحنه هنر در کنسرت بهار بدخشان مدینه بانو خوشحالی کنید رقص بازی کنید. Kadar
به خاطر ولی نمادا از نظر و اصولهای بهترین و بی‌پسند خود و خدمت ما شما بودن. با فکرم همون کسی که همون قوتشه دادن همون رو به مقصد رسیدن. زنده و سلامت باشد. یک بار دیگر عید هر یکی شما بانوان مادران گرامی قدر مبارک باشد. بعضی وقتا ما در یک سال یک بار میرویم که بعدشان بعد کمتر همینجا ذکر میشه فکر میکنه و اینم خیلی شعر به یاد میبید که دیدن یارم هوس، دیدن جایم هوس، خوردن آبی زلال باد هوایم هوس. سیل بدخشان کنیم ونج تا روشان کنیم، سیل بدخشان کنیم ونج تا روشان کنیم، خورخ و شغلان کنیم سنگ مزارم هوس. فصل بهاران بود چکچک باران بود، ای های چوپان بود سنگ مزارم هوس. در صحنه هنر با سرودهای بهترین جذاب عاشقانه و صادقانه نشد که بلندتر گپ زنه. بله با قطعه‌های پرموج شما حافظ شناخته که همگان سرودهایش را اگر نخوردم گوش کرده ایستیم. بله قطعه‌های پرموج شما به صحنه دعوت کرده می شود. بلبل خوش صدا سراننده امید بخش خیام خیامکو به سرودهای بهترین مرحمت کسی رفور را نیستم دیگه. سلام علیکم. دیر باز ندیده بودیم هم دیگر رو در اول خدا رو شکران بگیم از الله باید کنیم رو تاسیسان کردیم و در نوبت دیو میخواستم تمام خواهران و مادر و برای روز فرخنده و سعیدشان تبریک گویم و با یک چند سرود جدید خود سرود نوی خود میخواستم شما رو تبریک بگیم. سلام